سلام، ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستین تندرست و دلشاد باشین. شنبه است 23 می 2009 میلادی برابر با 2 خرداد 1388 خرداد ماه. همطور که به خوبی در جریان هستیم و چیزی به 10مین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نمونده، یعنی 4 سال دوره قبل رو به پایان داریم. در این برنامه مروری خواهیم کرد بر کارنامه 4 سال ریاست جمهوری اخیر، البته از خلال گفتگو با 2 مهمان گرامی، 2 روزنامه‌نگار سرشناس. که اول تعریف شما رو از مدرن بدونیم. در اینجا کلمه مدرن آیا برگرفته شده از مدرنیته و مدرنیسم به اون معنای رویارویی با سنت، یا فقط از نظر زمانی و تازه بودنش و جدید بودنش شما ایران مدرن رو گفتید؟ ایران مدرن در مجموع به چه معنا شما به کار بردید؟ والا غرض دوگانه بود از استفاده از واژه مدرن. یکی همین که شما فرمودید، در واقع یک دوره تاریخی رو در بر میگیره، 1941 1979 که دوران سلطنت محمد. ارتباط زن و سکولاریسم رو چطور میدونید؟ چرا در بیشتر کشورهای غیر سکولار، حالا چه از ناحیه فرهنگ عمومی چنان که شما را اشاره کردین و سنتی، و چه در قوانین مکتوب و رسمی اون کشور، خود زن همچنان و هنوز یک مسئله شمرده میشه، چرا محدودیت‌های بیشتری تو این کشورها راجع بهشون شاهدیم؟ بله، سوال خیلی خوبیه. اجازه بدین توضیح بدم که سکولاریسم یعنی عرفی شدن و دنیوی شدن قوانین و حکومت. چگونه است که بعضی معتقدن جامعه ای رو نمیشه دموکرات خوند مگر اینکه درش آزادی زنان رو به وضوح ببینیم؟ ببینید، منظور از آزادی زن در حق انتخابش هست. از همه زنهایی که برای زنها، برای حقوق بشر زحمت میکشن. اینجا برنامه زن امروز ما از زنها یاد میکنیم، ولی مهناز محمدی تصویر کرده یکی از مراکز نگهداری زنان رو در تهران. من خدا داده، من هیچ حرفی ندارم. امروز میزبان خود مهناز هستیم، از تهران تلفنی به ما ملحق میشه. سلام مهناز جان، خیلی خوش اومدی به برنامه زن امروز. من سلام میکنم ماهمونی جان، سلام میکنم به شما و به شیده عزیز. فکر کنم تو استودیو شما خوندم که سازمان ملل متحد که مقرش در نیویورک در امریکا هستش، هر سال میزبان زنان رهبر یا پیشرو جنبش زنان بود. قوانین مدنی ایران در مورد زنان نیاز فوری به اصلاح داره. نگاه کنیم و اون این هستش که برنامه درست اسمش زن امروز هست، ولی معنیش این نیستش که خاص زنان هستش یا فقط با اجرای زنان پیش میره. آقایون هم درش مشارکت دارن و همیشه از این کسانی هستین که هر بار ما خواستیم بهتون زحمت بدیم در مورد مسائل حقوق بشر نظر بپرسیم، همیشه لطف کردین و رومون رو زمین نگذاشتین. بازم از لطفتون ممنون. یادتون نره که عنوان برنامه شما زنانه و در مسئله حقوق بشر، همچون که توی 40 سال گذشته فعالیت مبارزه حقوق بشری من
همواره گفتم حقوق زنان در صدر حقوق بشر. بسیار از تحلیلگران میگن که اون اول که نیاز بود به گرفتن آری برای جمهوری اسلامی و بعد هم استفاده های سیاسی برای گرفتن به هر حال نماینده، برای گرفتن به اصطلاح مشروعیت دادن هرچه بیشتر به ریاست جمهوری ها و مجلس و اینها به زن این حق رأی داده شد یا گرفته نشد یا نصفه سنجیده نشد. نظر شما در این مورد چی هست؟ ببینید، من وقتی اشاره کردم زنان در همه زمینه‌ها آنچنان مورد تبعیضن که شهروند درجه 2 شناخته میشن، در حوزه اشتغال، در حوزه تحصیل، در حوزه حقوق خانوادگی، در حوزه قضاوت، در حوزه شما به چه موارد نقض‌های قانونی حقوقی برخورده بودیم که باعث شد این لایحه به این شکل به مجلس داده بشه؟ ببینید، اولین قانونی که در مورد حمایت از خانواده تصویب شد در کشور ایران در سال 1946. یک خبری من دارم که عنوانش هست دغدغه‌های تازه برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده. آیا تناقضی می‌بینید؟ آیا میتونه همدیگر رو تکمیل کنه؟ چگونه است؟ من اجازه بدید که تضاد این لایحه رو در حقیقت در 2 مرحله براتون چند عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از جمله حمیدرضا حاجی بابایی و موسی قربانی اعلام کردند که لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس موقتا خارج شد. متذکر میشم که زنها وقتی که مصر هستند برای طلاق لخت و برهنه باید از اون خونه بیان بیرون از نظر مالی. پس هر اتفاقی ممکنه پیامدش باشه. سیاه‌پوش عزیز، ممکن هست کمی از آمار طلاق در آلمان برامون بفرمایید؟ خانم، آمار طلاق رو من میتونم در مقاطع مختلف براتون به صورت مختصر عرض کنم. به هر حال بزرگتر بسیاری از شاگرداتون هستین. آیا هیچ وقت شده که توصیه به طلاق بکنین؟ اساساً نظرتون راجع به این نظر چیه که طلاق خوبه یا بده؟ واقعیتش اینه که این توصیه رو کردم من. ببینید، ارزیابی و ارزش داوری راجع به طلاق در حوزه فردی و حوزه اجتماعی کمی متفاوت است. من میخوام برگردم به همین سوالم از آقای حاج مشهدی خواهش بکنم که بفرمایید در چه شرایطی این حق طلاق میتونه تفویض بشه به زن؟ که به موجب اصلاح قانون مدنی زوجه در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشه در زندگیش میتونه درخواست طلاق بکنه. خب در مورد طلاق و در مورد چند همسری یا تعدد زوجات یا زواجات اگه به عربیش بخوایم بگیم، اینا تصمیم گرفتن که منع چند همسری رو، خب آیه قرآن ما داریم. نمونه‌های زیادی داشتیم، مهمون‌های زیادی داشتیم که مسلمانن، مؤمن هستن و میان دفاع میکنن. من خودم بازی مهمون دیگه داشتم، آقای موسوی کاظمی، که همیشه میاد و دفاع میکنه از اسلام مدرن و اینکه چطور میتونه اسلام مدرن باشه با وضعیت روز خودشو بتونه به روز بکنه. آخر سوره نساء در آیه 129 میگه شما هرگز نخواهید توانست عدالت بکنید نسبت به چند همسر، هر چند بخواید سعی کوشش کنید. اون صحبت قبلیتون و موضوع سکولاریسم که خیلی مسئله است و همچنان بحث میشه، تفاوت این کشورهای غربی رو که شما به خوبی و به شایستگی تجربهشو دارید و کشورهای مسلمان نشین رو فکر نمی‌کنین یکی از این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها همین قضیه روشن کردن مرز دین شخصی و دین حکومتی سیاسی باشه؟ چرا این هست، اما خود شما ببینید دین هم کمک کرده هم ضرر زده. ازش پرسیدم چطور ممکنه یه سازمان اسلامی باشه ولی مذهبی نباشه، یعنی دفاع نکنه، و کلا ازش خواستم که اول کمی بیشتر درباره این سازمان برامون بگه، هدفاشون، منابع مالیشون، و ایشون در نهایت جواب داد. اول متشکرم که من رو اینجا دعوت کردین و بعد در پاسخ این سوالتون که چرا اسم این سازمان رو کنگره اسلامی امریکایی تاکنون 5 کتاب شعر به دست نشر داده که تازه ترینش او را انتشارات الوارف در واشنگتن دی سی چاپ کرده است. طرح حرف او روی جلد کتاب چهره‌ای کلی از یک زن را نیز تداعی می کند و در یک نگاه این پرسش را در ذهن می آورد که تصویر زن در چشم او چگونه است که صورتی خالی از مشخصه زنی خاص را بر پیشانی کتابش نهاده.
به منظور طرح پرسش‌هایی در زمینه زنان از او دعوت کردیم تا در صدای امریکا با او گفتگو کنیم. نخست از او می‌خواهم زن اهل سوریه را به زن ایرانی معرفی کند. طبعا انا نشأت في سوريا وتعلمت في مدارس. این یه زن جوونه که از مراکش اومده و در کشور خودش برقع نمی پوشیده. حالا به فرانسه ای اومده که ارزش‌های پایه‌ایش برابری جنسیتی و لایسیته است، مثل خیلی از زنای کشورهای دیگه که پذیرفتن با یه فرانسوی ازدواج کنن. با یه مرد اصالتاً فرانسوی یا یه فرانسوی مراکشی تبار و مثل خیلی از مردایی که تو کشورهای پیشرفته زندگی میکنن ولی میخوان با زنی از کشور مبدأ خودشون ازدواج کنن، یعنی دنبال یه زن به اصطلاح منزه میگردن. فکر میکنی میشه گفت تصمیم مقامات به نوعی در برابر اون شوهر هست و نه الزاماً این زن؟ به حال چند پیش با یک خانم افریقایی تبار مصاحبه کردم در مورد تجربه او از خشونت خانگی در جامعه خودش و کارهایی که برای مبارزه با این خشونت انجام داده. اول ازش خواستم که خودش رو بیشتر برامون معرفی بکنه. من کوین جولیت از غرب آفریقا، متولد سیرالیون، از مادر مسلمان و پدر مسیحی هستم. رحیمی در مورد این گزارش با وی گفتگویی کرده و نخست از او پرسیده چطور شد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو برای این مطالعه انتخاب کرده و چرا تکیه اصلیش بر موضوع جنسیته. من معتقدم زنان در خاورمیانه و آفریقای شمالی بسیار با استعدادند و اگر به آنها اجازه و فرصت فعالیت و حضور برابر در جامعه داده شود، آنها این منطقه را به سطح جدیدی از کامیابی و موفقیت می‌رسانند. اصلی یعنی اون بنمایه این آیین و رسوم، من فکر میکنم همچنان تاریخ رو همینجوری در نوردیده، همینجوری پشت سر گذاشته. پاسداشت نوروز در مرکز هنرهای دانشگاه جورج میسن ویرجینیا با شمار زیاد حاضران روبرو شد تا حدی که بسیاری از آنها موفق به تهیه بلیت و ورود به سالن نشدند. به گفته دستاندرکاران برنامه حدود 3000 نفر هر سال در این مراسم گرد هم می آیند که از بزرگترین تجمع‌های ایرانی در منطقه واشنگتن و 2 ایالت مجاور ویرجینیا و مریلند محسوب میشه. با این حال بلیط‌ها رایگان به مردم داده شد. انگیزه برگزاری چنین گرد همایی رو از علی جاروندی، مدیر جوان مراسم میپرسم. البته این سنتیه که همیشه در دانشگاه جورج میسن بوده. برای خودتون هیچ هزینه‌ای نداره؟ هزینه‌های خیلی زیادی داره. از منابع مختلفی تامین می‌کنیم هزینه‌هاشو. کمک‌های مردمی مطمئناً بخش بزرگیشه، در کنار کمک‌هایی که کم و بیش دانشگاه انجام میده. این جشن نوروزی رو یک گروه موسیقی سنتی به یاد قدمت ایران آغاز کردند. شعری از فروغ فرخزاد دکلمه شد با پیام مهر و دوستی و سپس پی در پی آواز و آهنگ و رقص و کمدی روی صحنه آمد. تبادل فرهنگی از عمده‌ترین کارکردها و هدفهای برگزاری چنین برنامه‌هایی. بانو سیمین بهبهانی در دانشگاه مریلند امریکا با مهر و شور ایرانیان و فرهنگ دوستان منطقه روبرو شد. میزبان مراسم بزرگداشت این غزلسرای نامدار ایرانی، مرکز مطالعات فارسی دانشگاه با مدیریت پروفسور احمد کریمی حکاک بود که در نطق خوشامدگویی خانم بهبهانی را بزرگترین شاعر زنده ایران خواند و آغاز بهار این شهر را با حضور او فرخنده یاد کرد و نیز شعری از او خواند. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من، در خشکساران شما سبزم، بلوطم، کهنم. 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر گورم به خاک بدهم.
سپس فرزانه میلانی، استاد دانشگاه مطالعات زنان دانشگاه ویرجینیا که گزیده اشعار خانم بهبهانی به همت و هدایت او به انگلیسی ترجمه شده است، سیمین را افتخار یک ملت و مملکت خواند. علی بهبهانی فرزند بانو سیمین یک دو شعر از مادر را خواند: به آفتاب سلامی دوباره. خانم بهبهانی سخنان کوتاه خود را با یاد فروغ فرخزاد، شاعر شهیر هم نسل خود شروع کرد. به میزبانان و میهمانان محبت ابراز نمود و با ذکر چند حکایت لطیف شادی را به فضا برگرداند. حسن ختام گرد همایی دانشگاه مریلند به افتخار خانم بهبهانی تقدیم تندیسی بلورین در سالن فرانک هاوارد این دانشگاه. آیا میتونیم بگیم که عمده ترین ویژگیش این هست که به زبان انگلیسی هست، یا اینکه جامع بودن و جامع تر بودن، شامل تر بودن رو هم اضافه میکنه، یا ویژگی های دیگه ای رو اگه میخوایم بشماریم؟ ویژگی های زیادی داره، ولی جامعیت البته شاید باید گفت بارزترین برجستگی هر دانشنامه است، برای اینکه انتقال از زبان به زبان دیگر کار غیر ممکنی نیست، کاری است که شدنی است. ولی اینکه دانشنامه ایرانیکا به زبان انگلیسی است مسائل دیگری رو هم حل کرد. ایران شناسی موضوع کنفرانس پس به طور کلی ایران شناسیه. کسانی که جایزه گرفتن در این کنفرانس، آقای یار شاتر که خیلی طبیعی هستش، بزرگترین تلاشش در مورد ایرانیکا، آقای شفیع کدکنی که ادیب بسیار بسیار شایسته و معروف جهانی هست در مورد ادبیات فارسی، و آقای بنو عزیزی استاد دانشگاه در امریکا. مولوی شناس اصلا فراوون به وجود اومده و توجه همطور که گفته غربی ها به مولوی شاید به خاطر اون معنویت گرایی. جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا. من اول ازش خواستم که یک خلاصه از ماجراش برام بگه که چه اتفاقایی براش افتاد و اینکه آیا اصلا احضارش کردن یا نه. خواهش میکنم از همکارانم اگر جوابشون رو برامون بگذارن. برای بنده در همون ابتدا احضاریه‌ای نیومد. روز 3 اردیبهشت ماه 87 بود، حدود 7 ماه پیش، که چند تن از ماموران از طرف دادگاه انقلاب مراجعه کردن منزل ما و اتاق بنده رو مورد تفتیش قرار دادن و بنده رو به همراه وسایلم، کامپیوترم. ماهمانی، من میدونم که تو با مرحوم میرسیافی همکار بودی. یه مدتی در رادیو زمانه، بله، یعنی ایشون برای رادیو زمانه مینوشت. یه تیکه کوتاهی رو من کوچولویی رو از همون روزنگار وبلاگش بخونم. میگه از من پرسید آزادی چیست؟ گفتم نمیدانم، ولی این را میدانم که روزی سایش بر روی بام خانم، منظور وطن، میافتد. پرسیدم آن روز کی میرسد؟ گفتم زمانی که فهمیدیم آزادی چیست. داشتن در مورد همچین اتهام‌های، اگر درست بگم مبهمی، چقدر کارساز خواهد بود؟ قاعدتا کمپینگ اعلام نظر یک گروه افراد، اصولا اعلام نظر نباید جرم تلقی بشه و به خط پلوم قانون اقدام کنه. آقای سلطانی عزیز، آخرین پرسشمون این هستش که ببینید کسانی که در برابر دفتر ایشون، خانه ایشون شعارهایی میدادن و در حقیقت تلویحاً میگفتن که خانم عبادی از اتفاقایی که در مناطق فلسطینی میفته حمایت میکنن، از اسرائیل حمایت میکنن، و خانم عبادی هم تکذیب کردن و گفتن اصلا این بشر عمده ترین تکیهشون و تاکیدشون این هستش که برای ما تفاوتی نمیکنه که اگر جایی به نظرمون بیاد که حقوقی داره نقض میشه، فرق نمیکنه چه دینی داشته باشن، چه رنگی باشن، چه نژادی باشن، چه ملیتی داشته باشن. ماجرای اعدام ها در ایران که در ایران اتفاق افتاده جنجال‌های حتی جهانی برانگیخته. هفته پیش 30 نفر اعدام شدن، به دار آویخته شدن با عناوین مختلف و اتهام‌های مختلف. در رابطه با خبر واقعا شوک آمیز اعدام هایی که در هفته گذشته در مورد اعدام جوانان و در واقع نوجوانان زیر 18 سال صورت گرفته در موقعی که جرم را مرتکب شدن، واقعا حیرت شما اشاره کردین. در ایتالیا یک کارزار خیلی گسترده‌ای در 48 ساعت اخیر در رابطه با این خبر که احتمالاً دلارا دارابی روز
دوشنبه هفته آینده حکم اعدامش به اجرا در میاد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل 3 کشور ایران، میانمار و کره شمالی رو به خاطر نقض حقوق بشر شدیداً با یک قطعنامه شدیداللحن محکوم کردن. از تحلیلگران میگن که خب این چطور ممکنه که از حکم اعدام، یعنی نهایت این به اصطلاح مجازات، به تبرئه مطلق کشیده بشه و اختلاف نظر و سلیقه قضات چقدر زیاد هست و چقدر خطرناک هستین در مورد این نامه و به هدف رسیدنتون. آیا فکر میکنید که این گزارشگر رو تعیین میکنن و بعد مؤثر خواهد بود در وضعیت حقوق بشر در ایران؟ واقعیت اینه که ما خوشبینیم به کاری که انجام میدیم، ما خوشبینیم به این که در جهان امروز گوش شنوا برای مسائل و طرح مسائل حقوق بشر هست. آقای سردار مهدی محمدی ایشون گفته که به هر حال برخورد با جرایم عمومی و علنی از وظایف ذاتی پلیس هست و این دلیل عمده‌ای بوده که شکایت اون 40 وکلای سرشناس رد شده. در مورد توضیح ایشون چی برامون میگین؟ عرض کنم خدمتتون که اون چی که مربوط به نیروی انتظامی است در ارتباط با جرایم مشهود هست که در خیابان و در ملأ عام اتفاق منابع شما رسانه های داخل ایران هستن یا منابع مستقلی هم دارید در داخل ایران که بهتون خبرهای موثق برسونن؟ ما عمدتاً اخباری که در گزارشات میاریم از منابع داخل کشور، یعنی از خانواده‌اش ملاقات داره، وضعیتش چگونه از اونجا؟ طبق گفته خانواده خانم بایزیدی، ایشون خب همون به اصطلاح حقوقی رو که یک زندانی باید داشته باشه، هم از ملاقات حضوری، ملاقات کابین و تماس روزانه با خانواده. اصلا چنین چیزی ارتباط نامتعارف با خارج کشور، چنین چیزی تعریف شده هستش در قانون یا این هم جزو اون اتهام هایی هستش که همچنان تعریف نشده و مبهم در قانون وجود داره و اتهامش زده میشه به هر روی؟ به هیچ وجه ما چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون به هر روی به نظر میرسه که کنترل کردن دانشجوها به کمک خانواده ها برای دولت ممکنتر و امکان پذیرتر بوده. نظرت چی هست؟ فکر میکنی که به نوعی میخواستن به خصوص دخترها رو مهار کنن که این چنین قوانینی، چنین مقرراتی رو اعمال میکنن برای گزینش دانشجو؟ به هر حال البته این مسئله خب غیر قابل انکار این همه آدم، حالا چه سازمان چه آدم، معترضن به این موضوع، زن و مرد، فکر میکنین در نهایت به سود چه کسی خواهد بود یا چه اصراری پشت پیش بردن این طرح هستش؟ ببینید چیزی که مسلمه در واقعیت و در حقیقت قطعا هیچ کس سود نخواهد بود. داوطلبان شرکت در کنکورهای سراسری اینها خیلی مهم هستش. همون قصه بومیگزینی هستش که به هر حال در نهایت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرده که سال 88 این کار رو عملی میکنه. وضعیت بازداشت شده ها الان چگونه است و شما چه خبری ازشون دارید؟ امیدوارم سال خوبی داشته باشید و همینطور آرزو میکنم که شرایط طوری مهیا بشه که کسی به خاطر عقیده‌اش تو زندان نباشه. بعداً بیشتر بتونیم به این مسئله بپردازیم. بله خانم روستا، منظورتون از این فاصله یا منظورتون از این خواسته هایی که بعداً ممکنه که بخوان دنبال بکنن چه هم بارها یاد شده از صهیونیست ها و بهایی ها رو با صهیونیست ها کنار هم گذاشتن. چه ارتباطی وجود داره بین این دو موضوع؟ بله والا این سوالی است که ما باید از جمهوری اسلامی بکنیم که اونها این ارتباط رو به چه نحو می‌بینن. آنچه که صحبت میشه این است که چون اماکن مقدس در مجموع حدوداً چند تا بهایی الان در بازداشت هستن؟ ببینید متاسفانه وضعیت ایران یک جوری هست که همون روز خودتونم گفتین عده زیادی همینجوری از بهاییان، از ایرانیان بهایی دستگیر میشن. در مورد تازه‌ترین تحول وضعیتشون برام بفرمایید لطفاً. بله تا اونجایی که ما میدونیم اونها هنوز در زندان هستن و بعد از اون تماس تلفنی که شما فرمودین گرفته شده دیگه هیچ تماسی نداشتیم. آقای احمدی نژاد گویا گفتن که کسانی که در این مراسم سالگرد تأسیس اسرائیل شرکت میکنن در به اصطلاح ثبت میشه نامشون در جنایت‌های صهیونیسم، اینطور که ایشون عمده ترین هنرش گویی تبدیل شده این که مخالف
سازی بکنه، منتقد سازی بکنه. کنونی جمهوری اسلامی در مجلسی، در همایشی در تحلیل از زنای نخبه و برتر گفته که همچنان پافشاری کرده بر اینکه کار زن به عنوان مادر و همسر مهم هست و در خونه هست. همه کل کابینه آقای احمدی نژاد رو زیر سوال بخوان ببرن و آقای احمدی نژاد مجبور بشه که یک کابینه جدیدی در حقیقت معرفی بکنه. از این زاویه هم به نظر حساس میاد. تحلیلتون راجع به این موضوع چی هست؟ ببینید اون قانون هست که بیش از نصف کابینه اگر تغییر کنه، الان بین وکلا و دیروز شنیدیم که خانم پیلین دعوت شده بود برای این یک گرد همایی یا تظاهراتی در برابر سازمان ملل هفته آینده قرار بود برگزار بشه علیه حضور آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کردان. وزیر کشور آقای احمدی نژاد پیش آمده بودش سر قضیه جعلی بودن مدرکشون و اینکه در نهایت خودش پذیرفت. هزینه این همه وقت، این همه انرژی میذارن برای اینکه حالا موی دختر خانمی بیرون باشه یا نباشه. واقعا مسئله کشور اینه. همین سوال از آقای احمدی نژاد حالا باید پرسید. در انتقادی کم سابقه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران رو متهم به خیانت به ملت مردم کرد. بعد از انقلاب جوانای الان چه استفاده‌ای میتونن بکنن از تجربه جنبش چپ که شما شکست خورده اعلامشون کردید؟ بله، من این کتاب رو به خصوص برای همین مسئله چاپ کردم به فارسی و بعد حتی به صورت کتاب برای اولین بار در سال 73 خورشیدی منتشر شد. البته بعد از اونم چند بار تجدید چاپ شد، اما در حقیقت چون که گفتی اولین کتاب تحقیقی علمی بودش که بر اساس برخی استانداردهای جهانی و تحقیقات جهانی و همینطور تئوری‌های اقتصادی و این صحبت‌هایی که در سطح جهانی انجام میشه در مورد اقتصاد زنان ترین به اصطلاح آسیب ها رو زنها و کودک ها از فقر و فقر مواد غذایی میبینن. سهم زنها در از بین بردن این فقر چه میتونه باشه یا چقدر میتونه باشه؟ بله کاملا درست میگین. یعنی هم زنان در واقع محروم ترین گروه ها هستند، هم برای از بین بردن این وضع و در واقع تغییر این وضع مهمترین عامل زنان و دختران جوان هستند. متاسفیم که بگیم که مرز تورم بنا به اعلام ریاست بانک مرکزی ایران مرز تورم از 30% گذشت. و اگه بخواین چکیده کنین همین مقاله آخرتون رو، شاهراه برابری برای زنها، چی میفرمایید؟ بفرمایید خیلی خلاصه اون لب مطلب این مقالتون رو لطفا. بله، با تشکر از اظهار لطفتون خانم نسبت به من. این زبده این مقاله این است که کارآفرینی میتواند شاهراهی باشد برای برابری زنان، نه فقط به لحاظ اقتصادی بلکه نیز به لحاظ اجتماعی و سیاسی. حالا چون از جنسیت گفتید این قفسی است که در نهایت جنسیتی نیست بلکه انسانیه. منظورتون وقت دقیقاً اینجا چی هستش؟ تشکر میکنم از پرسشتون خانم. من در این مورد تشکر میکنم به خاطر اینکه یک سینه سخن دارم و در حال گله از شما خانم ها در این مورد دارم، به دست کم گله از بعضی از شما. بکنیم یک خلاصه ای از این تأثیر روابط نچندان مناسب ایران با کشورهای دیگر برام بفرمایید روی اقتصاد ایران. ببینید، ما بنده چون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران هم هستم و در اونجا صاحبان و مدیران صنایع میان و مسائلشون رو مطرح. من که خودمم سرپرست واحد بازرگانی یه جا بودم، کارمندای خانمی که داشتم خیلی مسئولیت پذیرتر و بهتر از اول شروع میکردم تا آقایون، ولی متاسفانه این دید بود خیلی هم رایج بود. حالا بازم من نمیتونم اینو تعمیم بدم به همه جا، شاید جاهای بهتر و بدتری هم وجود داشته باشه. نظر لیدا بود. اجازه بدیم همین سوال رو از یک مرد ایرانی هم بپرسیم، یک روزنامه نگار که به خصوص در قلمرو اقتصاد فعاله. خسرو ملکی. آقای ملکی صدای ما رو میشنوین؟ خیلی خوش اومدیم به برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. برای صدای شما رو میشنم در خدمتتون. بله، برنامه امروزمون بیشتر در مورد تأثیر هنر بر اقتصاد و اقتصاد بر هنره با توجه به بحران‌های اخیر اقتصادی در همه جای این 50 دقیقه گفتنی‌ها و شنیدنی‌های جالبی خواهیم داشت براتون. من خیلی مایلم برگردم به همون به اصطلاح اون محور سیاست خانم تاچر که خیلی علاقمند بودش به مسئله فردیت و هم جمله‌ای که بله تو مقدمه گفتم که معروف هست که ایشون میگفته جامعه‌ای وجود نداره. جامعه یعنی افراد تک تک، افراد زن و مرد به شکل تکی و اتفاقا بعضی ها هم از اونور میگن همین هم موجب در حقیقت یعنی ضعفش هم همین بودش، یعنی هم قوت هم ضعف. در این مورد برامون توضیح بده لطفا کمی. بله درسته، دقیقاً همینطوره. نکته قوت و نقطه ضعفش پس آیا میتونیم بگیم که کاروان 8 مارس رو زنان ایالات متحده امریکا راه انداختن؟ جالب اینه که هم بله و هم نه. سونیا جان، در افغانستان در کشوری که شما اهلش هستی روز جهانی زن از کی شروع شد به پاس داشتن، به گرامی داشتنش؟ روز زن اصلا از 1980 به این طرف یکی از کشورهای تازه استقلال یافته هستش که روزگاری جزء شوروی بود. اون موقع آیا 8 مارس اونجا پاس داشته میشد یا اینکه چطوری بود وضعیت به اصطلاح گرامی داشته روز جهانی زن اون موقع در اون منطقه شما؟ اگر از زمان شوروی شروع کنیم تقریبا من تا جایی که از رسانه ها خوندم از سالی 1930 به بعد روز جهانی زن در منطقه کردستان چقدر شناخته شده هست و از کی شروع شد به پاسداشتش؟ تحت عنوان 8 مارس من فکر میکنم بیشتر این روز موضوعیت همگانی و مردمی موقعی پیدا کرد تقریبا برمیگرده به بعد از قیام توده‌های مردم ایران در انقلاب 57. این آماری که ما داریم 60% زنها در منطقه کردستان ختنه می شدن و البته صحبت شما نشون دهنده این هستش که آمار دقیقی در این باره وجود نداره اگه برداشت من درست باشه. اما به هر حال خانم عثمانی عزیز، اونهایی که این کار رو می کردن به هر نسبتی دلایل عمدهشون چی بوده؟ چطوری دفاع میکنن از همچین عملی؟ ببینید همینجوری که خودتون گفتید این بیشتر ریشش تو افکار دینیه. مشکلات زنها از خانواده بعد جامعه و بعد دولت هستش. در این مورد برامون بیشتر توضیح میدین لطفا؟ چرا نه. این کنفرانس خبری از جانب یکی از نهادهای حقوقی و قانونی در داخل کابل اعلان کردید و در این زنایی مثل کسی که نقش اول فیلم شما رو داشتش اصلا به زندان میافتن؟ زنها دخترها چرا به زندان میافتن اونجا یا میافتادن؟ این سیاست رژیم بس یکی از سیاست هایی که داشت یکسان کردن جهاد و روستاهای منطقه با خاک بود. قبرس هم مثل اتحادیه اروپا برابری زن و مرد رو لحاظ کرده و شما چی حس میکنی در مقایسه با وضعیت ایران و اونور اروپای کشورهای مثل آلمان و فرانسه؟ همونجوری که خانم قاسمی فرمودند به هر حال اینجا هم یک کشور اروپایی محسوب میشه، همون قوانین برابر در اینجا اجرا. ساختار کارتون چطور هستش؟ من دیدم که گفتگوهای زیادی رو ترتیب میدین، کنفرانس ها و همینطور کتابای زیادی رو منتشر میکنین. در مورد ساختار کارتون برامون بگو لطفا. بله ببینید اولا ما یک مرزبندی داشتیم از آغاز کارمون برای اینکه دوچار انجیو زدگی عدالت که اینجا صحبتشون شد، کسانی اینطوری هم اونجا هستن. از تحولات از اون زمان برامون بگید لطفا. البته تحولات رو میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم. 9 نفر از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی تایید کردند که حجاب در دانشگاه‌ها با هویت سکولار جمهوری ترکیه در ترکیه نگران هستند که مبادا در حقیقت اسلام سیاسی در اون منطقه اشاعه داده بشه. یا هر 7 آمار تجاوز در مصر به 20,000 مورد افزایش پیدا کرده. براش قائل هستین آقای نوذری این جنبش هایی که داخل ایران
هستن و چه تفکیکش با جنبش‌های مشابهش بیرون از کشورهای دیگه به خصوص اروپای شرقی اینها چی می‌بینین؟ هست بله. برخی مقامات مالزی مبنی بر منوط کردن سفر خارج کشور زنان به داشتن نامه ای از خانواده یا محل کار اونا اعزام دیپلمات‌های امریکایی به تهران که مدتی صحبتش بودش همچین طرحی اجرا بشه فعلا دوباره متوقف شد. از گذشته تا حالا همسران رئیس جمهور این اندازه فعال نبودن در مسائل اجتماعی سیاسی و به اصطلاح چهرهشون اونطور این اندازه دیده نمیشد که الان دیده میشه. بعضی این هست که به صرف اینکه زن هست هم بهش رأی بدن. نظرت چی هست و در رسانه‌های اونجا چی دیدی؟ به صرف اینکه زن هست قطعا کسی در اروپا رأی در ضمن روز کارگر هم هستش در امریکا. این مناسبت و این همزمانی این دو قصه چه پیامی داشته یا احیانا چه اثری بر هم داره؟ یه نکته خیلی مهمی هستش، خصوصا روز کارگر به طور سنتی روز آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی هستش، یعنی مبدعی هستش برای اینکه رقابت‌های انتخاباتی رو از اون مقطع به طور جدی از واکنش‌ها گفتی. در مورد واکنش ایران بعضی تحلیلگرای ایرانی شور و هیجان مردم و امیدایی که با آقای اوباما بستن رو با اصلاحات زمان مقایسه می‌کنن با زمان پیروزی محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اگه یادت باشه. اما بعد از مدتی خب خیلی ها از اون ناامید شدن. این مقایسه رو چطور می‌بینید؟ من اگه بخوام خیلی تند صحبت بکنم بعد بگم این رو مقایسه مع الفارق. خانم اوباما در جایی از نطق تبلیغاتیشون گفتن که من الان خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به اینکه امریکایی هستم. این موضوع برای اولین بار این موضوع یک کمی حساسیت‌ها رو برانگیخت و این سوال رو ایجاد کرد که آیا تا حالا مفتخر نبودی به اینکه امریکایی در نهایت در مورد اینکه اگر جمهوری خواها بر سر کار بیان چه خواهد بود؟ آنچه را که امروز آقای مکین در سخنان خودشون گفتند آن است که دست کم در زمینه مالیات که مسئله بقایت مهمی است تغییر خاصی با سیاست کنونی آقای جورج بوش اتفاقهای میفته برای زنان که همچنان ناخوشایند هستش، از جمله داد و ستد در ایالات متحده. راجع به این موضوع توضیح میدین این یعنی چی و قصه چی بودش؟ بله، خانمی که از آمریکا اونجا شرکت کرده بودن در سرگذشت خودشون صحبت کردن به عنوان دختر 15. شما در این مورد میبینید که بچه‌ها رو به کار بذارن، یعنی مسائل فرهنگی عرفی رو هم شامل و دخیل در این موضوع میبینید یا اینکه فقط واقعا دست‌تنگی‌های خانواده هستش؟ همونجور که خود فرمودین فقر یه رابطه مستقیم هم تو ایران و هم تو همه جای جهان با مسئله کار کودک داشته و داره. نگاه ما در یا دلیل در حقیقت پیدایش و ایجاد NGO ها در ایران عموماً یکی از این دو دلیل هست، یعنی افراد به اصطلاح کلان نگر هستند و علاوه بر مشکلات خود و خانوادهشون به مشکلات متعدد جامعه توجه میکنن و یا اینکه تجربه تلخ و دردناکی رو در زندگی داشتن و بعد کاملا به صورت بسیار مثبت
زندگی رو ادامه میدن، نه تنها برای خودشون بسیار مفید واقع میشن و دردشون رو در حقیقت به نوعی بسیار مطلوب درمان میکنن، بلکه درمانی هم برای دردهای جامعه از این قبیل هستن. بله ممنونم خانم مشایخ عزیز. اجازه بدین سوال بعدی رو با خانم انصاری مطرح بکنیم. خانم انصاری، آیا میشه اینطور در مجموع تا اینجا برداشت کرد که در حقیقت مردم منتظر حل مشکلاتشون از بالا نیستن دیگه امروزه روز؟ یعنی که روزگاری منتظر بودن که خداوند یا از بالا قدرت‌های ماورایی مسائلشون رو حل بکنه و بعد دولت‌های بزرگ، ولی الان به هر حال مردمی هم هستن که جمع میشن و سعی میکنن خودشون هم مشکلاتشون حل بکنن، مشارکت بکنن در حل این مشکلات. اینطوره؟ بله ببینید همون جوری که دوست عزیزمون خانم مشایخ از ایران اهمیت و اون ارزشی که باید قائل بشیم قائل نیستیم، به حقوقشون پایبند نیستیم و متاسفانه اون حق و حقوقی که افراد چیکار میتونن بکنن برای مقابله با این به اصطلاح سوء استفاده از کودکان، یعنی زیر 18 ساله ها برای کار؟ چه کاری میشه کرد؟ به نظر من باید همه مردم یه حالت کاملا مسئول و متعهد رو در مورد نه تنها مشکل کار کودکان بلکه تمام مشکلات و مسائل اجتماعی داشته نوشته بود که ما داریم راجع به کشورهای غربی صحبت میکنیم، دو تا کشور بسیار پیشرفته از نظر صنعتی داریم صحبت میکنیم که عمده ترین به اصطلاح دغدغه ذهنی خانم ها بچه هاشون بودن که بچه‌م خوشبخت بشه، بچه‌م چی بشه، چی نشه، درس بخونه، چیکار کنه، چیکار نکنه. کسی که یه مقداری آسیب پذیره حقیقتا باید خودش رو حمایت بکنه و مراقب باشه که تو محیط هایی نباشه که به همین دلیل شما مردا رو توی اتاق بذارین میبینین با هم یه کاری میکنن، مثل شطرنج بازی میکنن، مثل تخته بازی میکنن، فوتبال تماشا میکنن، در حالی که تو اتاق بغل خانم ها با هم دارن حرف میزنن، دلدونی میکنن، درد دله میکنن و این خویشتن ارتباطیه. خیلی توصیف بسیار زیبایی دادید خانم دکتر. امروز روز گشایش بازی‌های المپیک است در پکن پایتخت چین و علاوه بر این بازی‌ها و این رقابت‌ها حضور 86 تا از رهبرای کشورهای مختلف جهان در این شهر. رئیس اگر اشتباه نکنم رئیس فوتبال زنان در ایران تغییر کرده، یک تغییر مدیریتی داشتن. برامون تعریف کن ببینم این تغییر مدیریت آیا تأثیری گذاشته یا خوشبین هستی به تغییرات بهتر یا نه؟ ببین اگه بخوایم در این سطح در واقع ما اگه یه دایره‌ای ببندیم دور ورزش زنان و کسایی که توی این دست اندر کار هستن، در مجموع این دایره این چند سال اخیر خوب پیشرفت داشته. به اصطلاح مراکز آموزشی بودید و معلم بودید، تو فضای مدرسه ها بودید، بعد چطور علاقمند شدید به رشته به اصطلاح نزدیک به پزشکی؟ از ابتدا من علاقه داشتم. ایران دارن تلاش میکنن بچه‌ها انگلیسی زبان‌های دوم دیگه یاد بگیرن. بیرون ما تلاش میکنیم که بچه‌ها فارسی رو یاد بگیرن. شما این نیاز رو چجوری حس کردین؟ چرا فکر میکنین چرا نیاز دارن که فارسی یاد بگیرن؟ چرا؟ والا اینو اتفاقا ما یه دونه بحثی داشتیم با بچه‌های بزرگ. دکتر طاهری برام بفرمایید از چگونگی نظارت کشور، نظارت بر سلامت و بهداشت خوراکی ها از جمله دارو در کشوری مثل امریکا بفرمایید. کنگره معمولا سازمان FDA زیر نظر کنگره است. دخترای ایرانی توجه تو جلب کردن؟ هیچ وقت به این فکر کردی که با دختر ایرانی ازدواج بکنی؟ میخوای یه فیلم راجع به همین موضوع ببینیم؟ یه فیلم کسی در نظر داری برام؟ خب بهش فکر میکنیم باشه. حالا که ابراز تمایل کردی بهش فکر میکنیم. چشم اسمتو میذاریم تو فهرست ببینیم که کی به پستمون بود. هر کسی که کوچکترین اختلاف پیدا میکرد بین دو تا دوست یا زن و شوهر یا هر کسی، یا مثلا فرض کن حتی کوچه خیابون دو نفری که با هم گلاویز شده بودن، اینها میانجیگری نقش بسیار مهمی داشت. و موضوع تن زن و نکته‌ای که شما در چند تا از مقالاتتون داشتین خیلی هم جالب بودش که زن رو میکنن عده‌ای مرکز دعواهای سیاسی و قدرت طلبانه و اینها. راجع به این موضوع بیشتر برامون توضیح بدین لطفاً.
بله، این مقاله که نوشته بودم شما بهش اشاره می‌کنید در روزنامه لیبراسیون در مورد دعوایی که حول مسئله بکارت. اما دونستن یه چیز یک امر و عمل کردن به اون امر دیگه است. ما خب طبیعتاً امر جنسی بخشی از زندگی همه آدم‌ها، در حالی که ناموس اونچه که گفته میشه طبق تعریفی که از ناموس داده شده تا حالا چیزی هست، امری هستش که مقدس، مهمه، باید مثل دین و کشور و اینها عزیز داشتش، پاسش بدارن اینها. بعد چی میشه که یه دفعه پدر چه نوع برداشتی از این میشه که یه دفعه پدر ممکنه بزنه بچه‌شو بکشه؟ ببینید، توجه بکنید که همین که ما بگیم ناموس عزیز مقدس باید حفظش کرد و منظور اون لابد زنا هستن در این مورد، انگار که زنا یه موجوداتی هستن که مردا باید اونا رو حفظ بکنن. از چی باید حفظ بکنن؟ غیرت اصلا یعنی حسادت کردن، رشک بردن. مولانا میگه دشمنان او را ز غیرت میدرند، دوستان هم روزگارش میبرند. یعنی از حسادت اون رو از بین میبرند. ولی یه معنی دیگه غیرت به معنی مردانگی و مروت و کوشش در نگهداری در همه اینها به هر حال ما با یک حساسیت بسیار عمده اجتماعی سر و کار داریم و کاملا هم اجتماعی هستش، یعنی صرفا به فرد تنها وابسته نمیشه. الان خیانت چجوری بیشتر فهمیده میشه؟ علل عموم چجوری فهمیده میشه بین مردم به خصوص؟ خدمتتون عرض کنم که جامعه ما چون یه جامعه در حال گذاره، بنابراین خیلی از مفاهیم در هم تنیده شدن و فرهنگشون به شکل بنیادین در کشورهای شرقی شکل گرفته. میخوان برن خانمی رو بیارن که به اصطلاح منزه باشه، پاک دامن باشه، اونطور که در ذهن خودشون هست، عین عنوانی که اونها استفاده میکنن. به خصوص بین آقایون گویا بیشتر دیده میشه که ذاتاً تنوع طلبن و در یک رابطه نمیتونن بمونن. نظرتون چه هست راجع به این موضوع؟ ببینید، با صحبتایی که داریم میکنیم از لحظه‌ای که انسان چشمش رو باز میکنه و از میلیون سالی که بوده این حالت‌ها وجود داره. تفسیر میکنن این رو، یعنی حمله بر شهامت داشتن آقایون میگذارن و میگن که معمولا آقایون چون بیشتر اهل خوشی هستن و بیشتر شهامت به خرج میدن برای اینکه از دنیاشون و از اون آنشون، اون لحظهشون لذت بیشتر ببرن. ترین انگیزه های ازدواج در ایران برطرف کردن حوائج طبیعی جنسی هستش. حالا فکر میکنین اساساً ازدواج به صرف برآوردن نیازهای جنسی راه درستی هست؟ ببینید، تنها جایی که قانونا شرعاً روابط جنسی درسته در ازدواجه و در این شکی نیستش، ولی نیازهای شما این موضوع رو، این ناراضی بودن از جنسیت رو برآمده از بخشی از ناکامی های آدما در مورد همین مسائل امور جنسیشون نمیبینین؟ من این ایمیل رو خوندم و صحبت من با نازنین و امثال نازنین، چه تغییر جنسیت از مرد به زن باشه و زن به مرد، در آمریکا و در دیگر فرهنگ های پیشرفته قبل از اینکه تغییر جنسیت اتفاق بیفته یک چیزی حدود 6 ماه تا 1 سال مشاوره رواندرمانی هست. اسلام یه حرکت در واقع اخلاقی و فرهنگی یا دینی است که میبایست حتما این در واقع مسائل اخلاقی و این مشکلات اخلاقی جامعه به خصوص عربستان و حالا جامعه اون روز دنیا رو باید به تدریج حل بکنه. من جمله یکی از مواردی که به هر حال جامعه عربستان درگیرش بوده اون روز، تعدد زوجات و تعداد بیشمار و کثیری از زنانی بوده که باشه مدتی پیش در همین برنامه شاهد گفتگویی میان خانم قروی از تورنتو و آقای برقعی بودیم در همینجا در جایگاه مخالف و موافق و بنابه درخواست بخشی از بیننده ها و شنونده ها خود شما بحث رو ادامه میدیم درباره ازدواج موقت، عقد شرعی، متعه یا همون زندار هم که ازدواج میکنه به دلیل این که سیغه از همونطور که میگه شرعاً پذیرفته هستش، این میتونه آسان‌تر دنبال بشه. بالاخره احتیاج به ثبت داره سیغه یا نداره؟ نه نداره. اما من فکر کنم منظور ایشون این بودش که برای مجردها نداره، درسته؟ هیچ فرقی نمیکنه. فعلا در قانون ما سیغه عقد احتیاج به ثبت داره.
آمار اون که هیچ سنت هم که هیچ در شما آمار رو من بدید. نه من نه شما ادعا میکنید چی؟ شما ادعا میکنید که صیغه در جامعه سنتی ما مورد قبول همه افراد جامعه است. من میگم خب آمارتون رو به من بدید. شما جامعه شناسی شما حرفانو میچرخونید. نه من اول سوالم بود که رابطه آزاد مورد قبول عموم جامعه نیست. این بخشش رو منظور از عموم جامعه فکر میکنم اغلب جامعه اون رابطه آزادی که شما میگید نمیپذیره. خب پس باید دولت بیاد براش صیغه رو بنویسه و قانونی بکنه. نه چرا دولت رو میگیره تو قضیه؟ به همین دلیل شما باید یه نوع مشروعیت به رابطه بدید. فردا 17 می هستش و امشب که ما داریم این برنامه رو تقدیم شما میکنیم در آستانه روز جهانی مبارزه با هراس از همجنسگرایی قرار داریم و به همین مناسبت هم 2 مهمان گرامی داریم که از ایالت کالیفرنیا طی برنامه به ما ایالت کالیفرنیا ممنوعیت ازدواج همجنسگراها رو برداشت، اما این به معنی نیستش که قانون کاملا تصویب شده که خب همه چیز آزاد هستش و میتونن دیگه ازدواج رسمی یا قانونی داشته باشن. قانون در امریکا با این مزاحمت ها حالا یا تعرض های جنسی چطور برخورد میکنه؟ همونطور که میدونید قوانین ایجاد شده از طرف مردم برای حمایت از مردم و پناه دادن مردم از آزار یا دولت یا از آزارهایی که همدیگه به همدیگه میرسونن و بیشتر موقع این قوانین کافی هست، ولی همونجوری که زمان میگذره و هر چه ما جلوتر میریم یه مواردی پیش میاد که قانونگذار مجبور بیاد جلو و جلوی یک سری رفتارها رو بگیره. به سوال شما خانم رحیمی باید عرض بکنم که قوانین ما بسیار در این زمینه ناقص، نارسا و در واقع ما با خلأ بسیار فاحشی در قانون کمی دیگه موندیم برسیم به روز جهانی محیط زیست. من امیدوارم هر روز هر بار که فرصتی پیش میاد یادآور بشه، هممون داریم یادآور میشیم، مسئولا، مقامات، اینها و واقعا یک همت جمعی میطلبه نگهداری از طبیعت و جنگل ها و درخت ها و اینها که امیدوارم موفق باشیم. منظورم مسئولان کنونی جمهوری اسلامی ایران هستش. چه باید بکنن که بتونن هوای تمیز نوروزی تهران رو حفظ بکنن؟ بله، میگه بند معمولا صحبتام انتقادی هست و چون فکر میکنم که انتقاد صادقانه باعث پیشرفت 74 خورشیدی بود در ایران برای اولین بار یک کنفرانسی مرکز مطالعات زنان ترتیب داد، برگزار کرد. دقیقا همین موضوع بود که ارتباط جامعه و ایدز، عنوانش هم همین بود، جامعه پردازهای اوایل قرن 20 در این مورد. ویل دورانت در این مورد میگه که زیبایی زاده میل است. برای توضیحش هم خیلی خلاصه میشه گفت که شیء مطلوب پس از اون که به دست میاد زیبایی خودش رو از دست میده. برای به خصوص ما خانم‌ها البته اندام خیلی مهمه ولی صورت هم بسیار مهم هست دکتر جان. راجع به چربی برداری یا تغییر شکل یا چربی گذاری صورت هم میشه لطفاً توضیح بدیم برامون؟ در این 15 سال گذشته پلاستیک سرجرام تا 15 سال پیش به این توجه نکرده بود. رو ادامه میدیم با دکتر آرمین نمازی. دکتر جان از جراحی‌های لیزیک تعریفش برامون شروع بکنید. من چیز زیادی راجع بهش نمیدونم. خواهش میکنم عرض کنم حضورتون که لیزیک در واقع یه پروسیجر یا یه عملیه که در واقع ما شکل قرنیه رو که در واقع بیرون ترین لایه چشمه هستیم که میزبان یکی از این متخصصای نازنین هستیم، دکتر مهدی قاضی نور، روانپزشک. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون دکتر. خیلی ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید به این برنامه تا راجع به بیماری افسردگی، دیپرشن صحبتی داشته باشیم. گفتگو هستیم با دکتر خسرو متینی، جراح پلاستیک و فکر کنم بعد از صورت بیشترین جایی که به چشم میاد دیده میشه دکتر گردن باشه. هم برای گردن هم فکر کردین؟ بله، معمولا تقریبا میشه گفت 90% خانم‌ها یا آقایونی که ما فیس لیفت روشون انجام بدیم
صورت و گردن رو با هم. توصیه پزشکان این هست که برن مشاوره پزشکی. اما اگر که شناسنامه پزشکی اون فامیل رو ندونن که در به اصطلاح مثلا عموهاشون خانواده‌شون چه مشکلی داشتن، اون وقت چیکار باید بکنن؟ مسلما یک پزشک بیش از اطلاعاتی که بهش داده میشه نمیتونه اطلاعاتی داشته باشه که بتونه کمک کنه. بنابراین اگر ما هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم، یک فرض اینه که خب فرض میتونیم بکنیم که هیچ مشکلی علامت الان یه دفعه یادم اومد، علامت داروخانه یا یه شرکت داروسازی بود که یک جام بود و دورش یک ماری پیچیده بودش. از برادرم پرسیدم که الانم پزشک یادش بخیر، پرسیدم این یعنی چی؟ گفتش که هر دارویی میتونه به ضد خودش هم تبدیل بشه. بندرعباس به دلیل مصرف الکل مسموم، مشروبات الکلی مسموم، جان خود رو از دست داد. قانون ایران کنونی جمهوری اسلامی رو در مورد تابعیت برامون بفرمایید. مقررات مربوط به تابعیت در مواد 976 قانون مدنی به بعد درج شده. سند ازدواج اساساً لازم نیست، به اونجا میرسیم کم کم که اصلا دیگه شناسنامه هم لازم نیستش و اونجا هستش که دیگه قواعد و قوانین مقررات کلن شهرنشینی مقدار میره زیر سوال و بوروکراتیک، اونچه که میگیم کاغذبازی های اداری، اینها همه میره زیر شخصیت ایشون به عنوان یک واقعا مدیر مدبر صحبت میکردن. شما چجور توصیف میکنه ایشونو؟ من فکر کنم مدیریت مثل بقیه سری خصلت درونی هستش که همین آیا این داستان ها که به زندگی ایرانی میپردازن ولی به زبان فارسی نیستن رو میشه جزو ادبیات ایران محسوب کرد؟ بله، این بحث داغی هست در بین ماها در نزدیک هستش به اون چی که میگین جهانی نوشتن و جهانی شدن. مهناز جان، چه تفاوتی بین این دوتا عبارت قائل هستی؟ یا جهانی فکر کردن و جهانی نوشتن؟ ببین، یه وقت هست که ما اگر صحبت از جهانی شدن میکنیم، منظور این هست که حالا در حیطه نویسنده بتونم بگم، نویسنده مرزهای طبیعی و سیاسی رو پشت سر این جملتون برام جالب بوده که آیا هنوز هم باله رو یک امر یا مشغله بورژواها میدونین؟ یه جایی در زندگی نامم اومده. بله. نه، مسلمه که نه. روز به شهر نمی نشینه، روز به شهر نمی نشینه، به خصوص جوانها نظرشون این هستش که شعرهای شما بیانگر دردهای اون نسله، ولی همزمان یه نوعی کنایه و طنز و به خصوص شیطنت هم تو اونا دیده میشه. این اولا به نظرتون متضاد میاد یا اینکه اگر هست این تضاد از کجا میاد؟ ببینید، اگر به صحبت خیلی از دوستان قائل باشیم بابت اینکه این کارها مربوط به زمانه امروز یا به حال یه نحله ای از شکل، خیلی علاقه‌مند بودم که این تماها و ملودی‌های موسیقی ایرانی را با این ترکیب موسیقی سمفونیک یا موسیقی ارکستر کوچکتر، ارکستر استرینگز و چند تا ساز ایرانی انجام بدم و این کارا انجام شدن. خب خوشبختانه ضبط شده. تو که به موسیقی علاقه داشتی رفتی مشاوره مالی خوندی؟ خب من از بچگی علاقه داشتم به نوشتن و سعی میکردم تنهاییمو با نوشتن پر بکنم. بعد از اولش هم با شعرهای خیلی شعرهای نو، خیلی عامیانه شروع کردم. اومده این هستش که شما در شرکت تئاتر کودکان به داستانا و افسانه های کودکان نمیپردازین که معروف همه جا هستش و بیشتر اونا رو با مسائل اخلاقی و اجتماعی که در حقیقت جهان امروز باهاش درگیر هستش آشنا میکنین. چرا؟
درسته. ما البته میدونیم که این داستانهای کلاسیک هم یه جایی در فکر بچه ها باید باشه، ولی در واقع دو جنبه داشت واسه من. یه بخش جنبه کاریش بود چون خودم تو زمینه موزیک کار میکردم و خیلی روم تاثیر میذاشت برام مهم بود. از یه طرف یه احساس وظیفه شدیدی میکردم که این کار انجام بشه چون صداش از بچگی شنیده بودم و این روی موزیکالیته من خیلی تاثیر گذاشت. بیرون همه چی خیلی آزادتر و بازتر میشه، متوجه میشیم که چقدر چیزای ابتدایی رو ما داریم اونجا از دست میدیم و ازش محروم میشیم به دلایلی که واقعا هیچ جوری شاید نشه پیدا کردن مجله های قدیمی، عکس‌ها، اطلاعات، مصاحبه‌ها. کتابخونه کنگره واقعا ممکنه خیلی مسائل و مشکلات داشته که برطرف میشد و قابل حل بده، ولی چه مانع‌های جدی میشه. که آزادی مطبوعات به طور کلی در سراسر جهان رو به کاهش متاسفانه به عنوان خبرنگار قطعا گفتن که آزادی بیان در کشور ما وجود داره و من اعتقاد ندارم که آزادی های ما محدود است. در همه کشورها قوانین و مقرراتی هستش و ارزش هایی هست که باید ازش دفاع بشه. منم معتقدم اتفاقا جمله معروفی من دارم تکرارش میکنم، ما هم در ایران آزادی بیان داریم، آزادی بعد از بیان نداریم. صفای هرندی وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که احتمالاً از کاهش یارانه کاغذ مطبوع نشریه سایان، نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی بوده که توقیف شدش و مدیر مسئولش هم آقای اصگر اکبرزاده در زندان یادآور میشم. همیشه گفتم اینها، روزنامه نگار فقط گام اولش یا عمده ترین مسئولیتش این هستش که طرح پرسش بکنه و واقعا ما اینجا در حقیقت همه این چیزا رو که میشنویم و میبینیم بیشتر سعی میکنیم ذهن پرسشگر رو فعال بکنیم و هر سوالی که به نظرمون میاد با شما در میون بذاریم و با شما سهیم بشیم، تقسیم داشته باشه. معمولا صداش خب راحت‌تر، بهتر، رساتر به دیگران میرسه و میتونه در جذب قدرت یا نگه داشتن قدرت خودش موفق‌تر باشه. چند مورد هم داشتید که پرداختن به مسائل زنان کمی موجب دردسر نشریه شهروند هم شده. ممکنه یه نگاه اجمالی به اونا بکنید یا چند موردش رو فقط مثال بزنید یادآور بشید؟ طبیعتاً همیشه شما وقتی روی مسائل اجتماعی و سیاسی سعی میکنید که نظرات رو جمع آوری کنید. با توجه به محدودیت‌های اینترنتی داخل ایران، یعنی جوونا اصلا آیا میتونن به راحتی به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ سرعت اینترنت پایینه، همه شهرها و شهرستان‌ها به اینترنت دسترسی ندارن و به خصوص فیلترهایی که هستش، اینها چقدر مخاطب دارین داخل ایران؟ بیشترین مخاطب ما خدمتتون عرض کنم از ایران هستش. عزیز، در خبرها اومده بود که شما رکورددار یعنی این سایتتون رکورددار فیلتر شدن بودش. تا اونجا که یادمه 18 بار فیلتر شده بود سایتتون و تلاش شده بود. برگردیم یه لحظه به اهمیت وبلاگ که چقدر در مورد لایحه‌ها یا صحبت‌های اجتماعی که هستش یا تصمیم‌هایی، اولین چیزی که به خاطرم میاد موضوع فردیت هست و توجه وبلاگ نویس‌ها در شکل امت اسلامی، در شکل امت، در شکل جمعیت، در شکل ملت، هر کدوم این مفاهیم رو بگیریم فرق نمیکنه. منی وجود نداشتم، شخص منی وجود نداشت، من گم شده بودم، حالا دیگه پرسش من این هستش که شما مرز آزادی نوشتن در وبلاگ رو کجا میدونین و چه تفاوتی داره با روزنامه نویسی؟ حقیقتش یه ذره میدونم. البته نظر خیلی موافقن و جامعه و دولت همه قبولش. بسیار خوب. پس از همکاری‌های گروهی که از طریق به خصوص اینترنت و وبلاگ تونستی به دست بیاری، تونستی حد زیادی بر این مسئله غلبه پیدا کنی. نظر خانم دکتر محمودی رو در مورد صحبت‌های مهرداد جویا میشیم. بفرمایید خانم دکتر لطفاً.
من خیلی خوشحالم که مهداد عزیز تونسته که برای خودش یه وبلاگی داشته باشه و حقیقتا کمک بکنه. جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران گفته که به هر حال امنیت رکن اساسی یک جامعه هست و تمام توسعه های دیگه اقتصادی و فرهنگی و غیره در سایه امنیت انجام میشه که جمله درستیه. این هستش که نظم محله رو به هم میزنن، مزاحم خانواده ها میشن و نمیدونم، حالا البته کلماتی اینجا اومده که من نمیدونم مثلا خانم نفیسه آزاد عضو کمپین 1 میلیون امضا که یادمون هستش در منطقه کوهستانی توچال بازداشت شده بود هنگامی که مشغول با چند نفر دیگه مشغول جمع‌آوری امضا. امروز یک شنبه مأموران انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به دبستان دخترانه معراج در خیابان چهارباغ اصفهان، این دبستان را هنگامی که دانش آموزان ثبت نام کرده و آماده رفتن به مدرسه بودند، استان تهران اعلام کرده که 200 تن را هم در تجمعی در یکی از پارک‌های شمالی تهران که اونها به خاطر گرانی در اعتراض به گرانی جمع شده بودن 200 نفر رو بازداشت کردن. بگم از این اتفاق من پاریس بودم، بعد تلویزیون حالا تصادفاً روشن بودش، ناگهان این صحنه برخورد هواپیما به اون دوتا برجای دوقلو رو دیدیم و تصورمون این لحظه این بودش که یکی از این فیلم‌های هالیوودی هستش. درسته که یک کشور، یک دولت باید آمار در اختیار بگذاره، خیلی آزادانه و آمار درست و به اصطلاح بر اساس معیارهای علمی سنجیده شده در اختیار سازمان‌های مختلف. از همتون خواهش کردش، خواسته دعوت کرده که هر پیغامی دارین در مورد سالگرد این برنامه، نظرتون، پیشنهادتون، احیانا اگه می‌خواید بهمون تبریک بگید، هر چی که هستش ما در خدمتیم.